وجدان گزینشی رو شنیدید تا الان؟ وجدان گزینشی یا احساسات گزینشی. ما آدم ها موجودات عجیب و غریبی هستیم. ما موجودی هستیم که در آن واحد میتونیم وجدانمون رو طوری تربیت کنیم که برای دو موضوع کاملا یکسان، برای یکیش در حدی ناراحت بشیم، سینه چاک کنیم، عزادار بشیم، ولی برای اون یکی طوری بی خیال بشیم که اصلا انگار عین خیالمون نیست. این ویدیو رو یه لحظه ببینید. از مسئولین هیچی نمیخوایم، گرونی رو تحمل میکنیم، نداری رو تحمل میکنیم، بی‌حجابی رو نمیتونیم تحمل کنیم، به خدا نمیتونیم تحمل کنیم. ما کاری با خوب یا بد بودن حجاب و بی‌حجابی نداریم، اصلا در اینجا نمیخوایم در موردش کارشناسی کنیم و نظر بدیم. ولی صحبت این خانم رو شما دیدید، میگه ما هر سختی رو میتونیم تحمل کنیم، هر ناراحتی رو میتونیم تحمل کنیم، فقط بی‌حجابی رو نمیتونیم. یعنی این خانم میتونه ناراحتی ها و دردهای اجتماعی رو ببینه و از کنارش به راحتی رد بشه. کودکان کار رو میتونه ببینه، زنان سرپرست خانوار رو میتونه ببینه که ساعت 3-4 صبح در سرماهای استخونسوز کنار جاده منتظر سرویس و اتوبوس وایستادن. میتونه اونها رو ببینه، میتونه تا کمر خم شدن زنان جامعه‌ش رو ببینه داخل سطل‌های زباله، در قنات‌ها، در زباله‌دونی‌ها، سطل آشغال‌ها در زباله‌دونی‌ها که کمرشون خم شده ببینه. ولی این استعداد رو در خودش ایجاد کرده که نسبت به اونها بیخیال باشه، اصلا ناراحت نشه. ولی وقتی که بی‌حجابی رو میبینه سریعا شروع کنه به ناراحت شدن و دستورهایی از مغز صادر بشه که ایشون باید در این زمینه ناراحت بشن. این خصلت متاسفانه ضد انسانی و غیر انسانیه که فرد بتونه نسبت به درد هم نوع، هموطن، همشهری و نوع انسان بیخیال بشه. وقتی که یک بعد از وجودش میتونه ناراحت بشه ولی طوری خودش رو پرورش بده که بتونه در مقابل مسائل مهمتر از اون، در مقابل مسائل انسانی تر از اون، با دیدن زجر هم نوعان وجدانش جریحه دار نشه، این یک هنرمندی بسیار بالایی میخواد که فکر میکنم فقط در ایرانی ها پیدا بشه و اون هنری که میگن نزد ایرانی هاست همین هنره.